سلام خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل فرشاد اکستریم و امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و روز خوبی داشته باشین. خب بریم سراغ ویدیو. ببینین امروز اومدم که آموزش بدم که چطوری حالا بازیکن‌ها رو دستی نقل و انتقال بدیم. مثلا میگم آقا آرنولد که رفته داخل رئال یا ژائو فیلیکس که رفته داخل النصر بتونیم مثلا آقا دستی تغییرش بدین. مثلا خیلی ها نمیتونن به اینترنت وصل بشن یا میبینی کنسولشون کپی خوره، برای این هم خوبه. و بعضی آقا دوست دارم مثلا میگم بارسا رو رئال رو بدازن برای مثلا بارسا قدیم، یا مسی بیارن بارسا، رونالدو بیارن بارسا، اینطوری برای این هم خوبه. خب ولی خیلی هم اوکی، این کار خوبیه و نیاز به اینترنت نداره، خیلی عالی. خب بریم سراغ حالا ویدیو که آموزشو بتونم. خب وارد ستینگ میشیم و این پایین و این نگاه کنید، این با دانلود که بزنین این دانلود میکنه خودش اتوماتیک. ولی اون بالایی که من میگم ما بر اون بالایی بریم که نقل و انتقال کنیم بازیکن‌ها رو، خیلی عالی. و اون کناریش هم برای اینکه اگر نقل و انتقال دادیم برشون گردونیم، اینطوری است اون دای کنارش. خب بزنیم حالا این دنبال من میخوام آرنولد که اومده رئال بیارمش رئال. خب لیورپول برو آرنولد. خب آرنولد. خب اینجا باید اسپانیا رو پیدا کنیم. خب اسپانیا و بین داخل رئال مادرید پایین اینجا پیداش کنیم، رئال مادرید. خب الان نگاه او بالاش که اومده، الان الکس تو رئاله. در میایم از اینجا میریم داخل وایسا، می داخل کیکاف فرامون بر اینجا و الان پیداش میکنیم رئال. ای خودی چیه دیگه، رئال مادرید. خب امباپه. بله اینجا نگاه، اینجا نیستش، اینجا هم تو نیمکت از ذخیره نیست، اینجا نیستش و آخری نگاه اومد. به همین سادگی خیلی هم عالی بود، خیلی هم فوق‌العاده. و دوستان ببینید عزیزان، خواهش مندم که چنل من رو ساب کنیم و منتظر ویدیوهای بعدی من باشین، چون که ویدیو آموزشی بیشتری میذارم. تا ویدیو بعد، بدرود.